مشاور املاکی پرسیده یه قرارداد اجاره می‌خوایم ثبت کنیم که مالک 2 تا خانم هستن و یه وکیل دارن با وکالتنامه رسمی. در سامانه خودنویس چطور باید تنظیم قرارداد به طرفیت وکیل رو ثبت کرد؟ برای تنظیم قرارداد اجاره به طرفیت وکیل در سامانه خودنویس مراحل زیر رو به مشاور توضیح بدید. بررسی وکالتنامه. ابتدا مطمئن بشید که وکالتنامه رسمی هست و حق اجاره دادن مالک در اون قید شده. همچنین دقت کنید که تاریخ وکالتنامه منقضی نشده باشه. ثبت اطلاعات مالکین اصلی. در سامانه خودنویس ابتدا اطلاعات 2 مالک اصلی خانم‌ها رو وارد کنید چون اونها صاحب اصلی مالک هستند. اضافه کردن وکیل به عنوان نماینده. گزینه‌ای در سامانه وجود داره که میتونید وکیل رو به عنوان نماینده مالکین معرفی کنید. اطلاعات وکیل شامل نام، کد ملی و مشخصات وکالتنامه باید در این بخش وارد بشه. بارگذاری وکالتنامه. سامانه معمولاً از شما میخواد که تصویر وکالتنامه رسمی رو بارگذاری کنید تا صحت نمایندگی تایید بشه. در امضای قرارداد توسط وکیل. بعد از تکمیل قرارداد وکیل به عنوان نماینده رسمی مالکین باید قرارداد رو امضا کنه. این امضا در سامانه به عنوان امضای قانونی ثبت میشه. این روش باعث میشه قرارداد از نظر حقوقی و قانونی معتبر باشه و مشکلی در مراحل بعدی ایجاد نشه. باید این نکته اضافه کنم که در وایس کانال در پاسخ ایشون عرض کردم فعلا امکان ثبت قرارداد به طرفیت نماینده مالک یعنی وکیل رسمیش به سامانه خودنویس فعلا اضافه نشده و همه رو توی وایس پادکست کانال تلگرام توضیح دادم. برای دریافت متن پیام و پاسخ هوش مصنوعی و همچنین دریافت پادکست کامل توضیحاتی که در کانال تلگرام نوابغ املاک دادم همین الان عدد 131 رو کامنت کن.